سلام دوستان گرامی، خوش آمدید به کانال دنیای زبان ها. Hello everyone and welcome to our channel دنیای زبان ها. This is 35's lesson. خب دوستان گرامی، درسی 35 است از سلسله درس های زبان انگلیسی از کتاب New Grammar Time. خب یکم کس اگر باشد خبر کند که آواز هست نیست. آواز چه خیلی است؟ چرا که افیر نبرآمد؟ خب در این کتاب ما و شما در موضوع how much how many اگر خطا نکنم در همین موضوع بودیم. how much و how many رسیده بودیم. خب اینجا رو گرفتیم و از اینجا امروز خدا خواسته باشد آغاز میکنیم. خب Zoe and her friends are at the eat more coffee. خب Zoe and her friends are at the eat more cafe. What do they want to eat? یعنی در قهوه خانه هستند. نام قهوه خانه اتمار. در قهوه خانه هستند و اونها چی چیز میخوان که بخورن. اینجا سوال آمده است، یعنی جمله سوالی. What do they want to eat؟ یعنی اونها چی چیز میخوان که تناول کنن. یک لحظه. خب برین، زوی، دف، ویکی، کارکی، آدم. در اینجا نگاه کنیم. برین میگوید I would like a cheeseburger and a banana please. یعنی میگوید من I would like همش یک جویه میشود که من میخواهم، یعنی من میپسندم، من دوست میدارم. مثلا would یعنی فعل یاری دهنده است در اینجا. I would like a cheeseburger and a banana please. میگن من یک تا پنیر برگر و بانان میخواهم please، یعنی لطفاً. در اینجا نگاه کنیم خط کشیده است به طرف برین. خب زوی کنی نگاه کنیم که چی چیز میخواسته است. زوی خب اینجا ساندویچ است اگر خطا نکنم و کریسپس است. I would like a sandwich and crisps please. خب دف چی میخواهد؟ دف خب آب است اگر خطا نکنیم، آب و سیب و لیمون. میگن I would like water and an apple and
a lemon. و ویکی میگوید I would like. کنی بینیم ویکی چی میخواسته است و ویکی خب شوربا هست اگر خطا نکنیم شوربا و ساندویچ مثلا یا که پیتزا باشد. خب I would like soup, some soup یعنی کمی شوربا مثلا و a sandwich یعنی یک ساندویچ مثلا اگر ساندویچ باشد. و کرکی میگوید I would like. کرکی چی میخواسته است؟ کرکی مثلا یخماس و بیسکویت. I would like ice cream and biscuits. خب آدم چی میخواسته است؟ آدم آب و پیتزا. I would like some water and some pizza. خب این تمرین رو کار کردیم. بلکسی اومدن. سلام اکا پنجم لایک. و علیکم سلام، خوش آمدین بلکسی اکا. در سر شد؟ بله سر شد. یکم تر منتظر بودیم. راستی که فراموش کرده بودیم که مشغول بودن دیگه درس سر کردیم. خواهد گفتیم که اون کس هست آواز چه خیلی هست نیست که هیچ که جواب نداد. خب امی عایشه سلام علیکم استاد، آمدیم برای دستگیری لایک آوردیم تا سلامت باشین. تشکر زیاد. و علیکم سلام امی عایشه، تشکر برای دستگیریتون. لکسی هیچ کس نیست. خب با فیرون شما هستین و امی عایشه آواز سازه خوب ساز باشه بهترین. محمد رسول سلام هفتم لایک. و علیکم سلام، خوش آمدین محمد رسول. تشکر برای آمدنتون. خب کی باشد در اینجا؟ complete with one word میگه به یک کلمه کامل کن، پر کن. امی عایشه آواز ساز. خب ساز باشه بهترین. خیلی خوب. خب عزیز بابای ما همینجا. خب بهترین همینجا باشد. الان یک جای تمرین کار میکنیم. در اینجا میگوید waiter همون پیش خدمت هم میگن waiter. Hello can I help you. can I help you میگوید سلام میتونم با شما کمک کنم یا که چی کمک رسونده میتونم. و از اون میگوید hello I would like some chips and. خب جای خالگی ده چی میاد؟ جای خالگی دیگه نگاه کنیم. خب جمله با پرگی دیار هست نیست. 1.80 کنیمش. خب دیار شده. خب در رقم 2 چی میاد؟ دلشاد سلام هشتم لایک. و علیکم سلام، خوش آمدین بلکسی سام. خب اینجا یک لحظه. hello I would like some chips and some green salad please. بله درسته که بلکسی درست. تشکر زیاد. وایتر پیش خدمت میگه sorry we haven't got. خب رقم 3 چی میاد عزیز بابای؟ سام. بله درست بهترین. تشکر زیاد. دلشاد some green salad. بله بهترین. تشکر زیاد. خب رقم 3 در چی میاد؟ sorry we haven't got. در افیری گذاشته پیام ما بلوگر تجه زیغ ممکن دیگه کمتر بین استرینیم اگر حالت من دیگه باشه. اگر معذرت میخواهیم. خب کی باشد؟ سیوم بلکسی گرین. نه گرین نمیشود. اینجا نیا کنیم که جمله انکاری است. جمله انکاری ده
از موضوع ما چی است؟ موضوع ما some any. همین خیلی موضوع درس فراموش نکنیم some any. پس در اینجا یا some میآید یا any میاد غالبا. بلکسی کی عزیز بابای گرین نه نادرسته. بلکسی some green salad نه نادرسته. some در جمله های تصدیقی میاد، در جمله های منفی نمیاد. بلکسی دل شد اپای شیرین مورم زیق کردن. بله بله. بلکسی سیم سام نادرسته. دل شد any salad. بله any میاد. در جمله های اینکاری any میاد. مثلا sorry we haven't got any salad، یعنی یگان نمود سالاد نداریم. مقصد ده یگان نمود، یگان. عزیز بابای any بله درست. بلکسی any بله درست. بلکسی any green بله درست. any یعنی گرینش هم مهم نیست، یعنی شرط نیست گفتن. وقتی any میشود any salad معنیش یعنی که یگان نمود سالاد نداریم. خب we have رقم 4. رقم 4 دل شد some vegetables we've got some vegetables. درسته. جمله تصدیقی ده some میاد. درای مزار تیوی. سلام علیکم برادر. و علیکم سلام، خوش آمدین درای مزار تیوی. عزیز بابای some بله درسته. some vegetables. بلکسی some بله درسته. no thanks. can I have رقم 5 can I have دل شد some sandwich بله درسته. can I have some sandwich please. خب عزیز بابای انی گفتن با فکر ما some میاد. بلکسی some با فکر some میاد. خب یا برگر بینیمش خوب میشود. کنی بینیم که در جمله های سوالی چه خیلی می آمد. خب جمله سوالی ده اینی می آمد است. گفته عزیز بابایف درسته. گفته کی عزیز بابایف درسته. من هم خطا کردم. خب گجا دادیم can I have any sandwich please. اینی میاد. بله. تشکر زیاد که عزیز بابایف که خطاگیمون رو اصلاح کردن و باز اینا یک چیز دیگه یاد گرفتیم. در جمله سوالی any میاد. در جمله تصدیقی some میاد. در جمله اینکاری نیز any میاد. مثلا we haven't got any salad. یعنی جمله سوالی can I have any sandwich please. of course یعنی کی میگه پیشخدمت چی میگه؟ پیشخدمت میگه یعنی of course یعنی البته. و زوی در جمله thank you تشکر. خب بلکسی any بله any میشود. خب make new dialogues with a partner. میگه یک دیالوگی نو بسازین. lemonade apple lemonade orange juice. خب اینجا چی باشه نفهمیده باشه. لیموناد خیلی لیموناد اپل سیب لیموناد اورنج جوس یعنی شربتی افلاسون تومیتو جوس شربتی پومیدور. یک دیالوگی نو بسازین به مثل این دیالوگی که پیش گذشت. مثلا در پیش نگاه کنیم چیپس پرسید و سالاد پرسید. خب میتونیم بگیم که مثلا can I have مثلا any lemonade or apple. و پیش خدمت میگه که we don't have any lemonade مثلا. خب we have orange juice مثلا. یعنی یک چیز تیار میکنه دیالوگ بین اختار. مثلا vegetable soup sandwich vegetable soup chicken soup chips. خب کلمه های فهمو هستن. کلمه های پیشین
درس‌های پیشین هستن مثلا. دلشو درباره نخشتبار این کار به حد سخته که مثال ای شوهرت جدا شدن. یک همسایه ما ایراسیه ای شوهرش جدا شد به حد براش سخت بود. شوهرش بررسی آوردش بعد سرش داد. بله خصوصا در غریبی به نهایت سخته. خب دوستان گرامی یک موضوع نو میگذاریم امروز. موضوع نو how much how many هر دو مثلا یک معنی دارن، یعنی چند قدر چی مقدار مثلا. اما how much همراهی اسمهای غیر قابل شمارش میاد. how many همراهی اسمهای قابل شمارش میاد، یعنی noun countable how many countable همراهی countable میاد. how much uncountable میاد. نمیخوای بود uncountable اگر خطا نکنیم uncountable باله و countable nouns countable nouns uncountable nouns. خب در اینجا میگوید how many people are coming to your party Dev، یعنی چند قدر آدم می آید در جشنواره تو Dev. about 12 یعنی تقریبا حدودی 12 نفر، 12 کس مثلا 12. how much food is there یعنی چند قدر طعام است اونجا، چند قدر طعام است اونجا مثلا. شد یعنی کاراگاندا نقطه موندن. خب خوش آمدین کاراگاندا. how much food is there. خب رسمی دویم رو نگاه کنیم. let's see how many sandwich are there. میگه بیا نگاه کنیم چند دانه ساندویچ است در اونجا، چند دانه ساندویچ. 20 I think میگه فکر میکنم که 20 تا هست. خب و رسمی سوم داره میگه how much cola have we got، چند کولا داریم ما. دیو جواب میدید we've got 3 big bottles، یعنی سه دانه وقتش که کلون داریم. رسمی چهارم there are 18 burgers in the kitchen too و این چونین 18 تا دیگه برگر داریم در آشخانه، در کخونیمون مثلا. about خب اینجا بود سوال کردن how many plates do we need، یعنی چند طبق احتیاج داریم، چند تریلکه مثلا نیاز داریم. about 15 یعنی 15 طبق مثلا. خب در اینجا 15 طبق آوردن که دیو میگه oh no کارکی یعنی کارکی چی کاری کرده از در اینجا. میگه brain look at him یعنی با اون نگاه کن. شاید که در بالای میز اینجا چی را خورده است، طعام ها را خورده است و طعام که در بالای میز الکی دراز کشیده است. و چخیلی گفتیم یعنی how many همراهی اسمهای قابل شمارش میآیند countable noun و how much همراهی اسمهای غیر قابل شمارش میآیند یعنی uncountable noun. خب ما بلاگر تجد دهم لایک برای دستگیری آمدم اما اشتراک کردن نمیتونم بخشیش. با که ندارد که اپای ما بلاگر تجد شما استراحت کنین، با دعا باشین. خب دیگری گفتار شما هم دمام تأثیر رسون. با تعبی ناخوش بگین درس آغاز کردیم، نمیدونم چه خیر رفته است. خب خدا کنه که تنج رود، عاقبتش بخیر باشه. در جمله هایی که اسم هایی که شماریده می شود نگاه کنیم. how many sandwich are there یعنی چند دانه ساندویچ از اونجا، چند دانه ساندویچ است، یعنی ساندویچ رو شماریده می شود، مثلا یک دانه ساندویچ، دو دانه ساندویچ. how many plates do we need یعنی ما چند طبق نیاز داریم، چند طبق احتیاج داریم، با چند طبق احتیاج داریم، یعنی چند چی مقدار، چند قدر مثلا.
اما همراه اسم هایی که قابل شمارش نیستن یعنی شماریده نمیشن how much food is there یعنی چند قدر خوراک است اونجا مثلا ما نمیتونیم گفته که یک خوراک دو خوراک سه خوراک مثلا how much cola have we got و چند قدر کالا است چند قدر کالا داریم مثلا چند قدر کالا داریم و کالا هم از جمله چیزایی هستن که حساب کرده نمیشن مثلا یک کالا دو کالا اما میتونیم بگیم که یک شیشه کالا دو شیشه کالا یا که یک بخش کالا چه که در اینجا بوتل و فکر اومد بوتل بله بوتلز خب و در اینجا توتی میگوید we can count uncountable things like this we can count uncountable things like this میگه ما میتونیم که اسم هایی که قابل شمارش نیستن اونها رو حساب کنیم با مثل اینها یعنی در اینجا چی هست کالا هست مثلا some cola یعنی کمی کالا مثلا 3 cans of cola یعنی 3 cans همون چیز چی میگن بخلاشکا چطور بگیم چی 3 بخلاشکا ترجمه کنیم 3 بخلاشکا کلا مثلا some popcorn یعنی بعضی از جوری پخک یا که کمی از جوری پخک اما اگر قطی باشد 2 cartons of popcorn 2 قطی از جوری پخک some water بعضی آب مثلا یا که کمی آب مثلا خب اینجا تمرین است تمرین کار میکنیم از یک کامنتر رو خونیم که کامنتری ها بالا رفتن حاجی سهراب اومدن سلام علیکم همکسا و علیکم سلام خوش آمدین صفیه ممتاج سلام و علیکم سلام خوش آمدین اپای صفیه حاجی سهراب 11 لایک تشکر برای لایک تون لکسی علیکم سلام دسترخوان زیبا و علیکم سلام خوش آمدین همکسا زمیره اس السلام علیکم و علیکم سلام خوش آمدین دلشد قطی ترجمه کنیم کنسا خب قطی زمیره است رحمت صفیه گلی لالا غیبت کرسوکای غیبت کرده شاید نشسته باشه خب سلام به همه پزنده گفتن و علیکم سلام خوش آمدن پزنده بلکسی علیکم سلام پزنده 12 لایک از خودم تشکر زیاد برای لایک تون خب اینجا تمرین کار میکنیم look at page 72 به صفحه 72 نگاه کنیم صفحه 72 کدوم است یعنی اینه همین صفحه در نظر دارد همین صفحه که نو خوندیم دل شد من غیبت نکردم اینجا دیگر گپ بود ما قطعی معلوم گپ زدیم بله اون کسا غیبت نداریم خب اما خوب است choose and write انتخاب کن و نویس then answer the question و سپس با سوال ها جواب ده how much how many خب در اینجا دوستان گرامی یا how much میاد یا how many میاد how many یک بار دیگه تکرار میکنیم how many همراهی اسم های قابل شمارش میآیند همراهی اسم های قابل شمارش با تاجیکیه اما با انگلیسی how many همراهی countable nouns میآیند countable nouns میان خب اما how much همراهی اسم های غیر قابل شمارش میان با زبان انگلیسی همراهی اسم های همراهی uncountable nouns میان خب رفتیم رقم دو را تو شما جواب دادم من رقم یک بخونم how many people are coming to the party یعنی با شب نشینی چند نفر آدم می آید about 12 یعنی تقریبا 12 کس حدود 12 کس رقم دو بلکسی how much cola is there بله درسته how much cola is there خب جوابشو نمی‌نویسیم سوالشو بنویسیم خب رقم دو دل شد how much cola is there some cola خب میشود some cola is there مثلا رقم سه رقم سه how much دسته خواهد با how نوشته خود با او نوشته میشه how much رقم دو how much میشه بله دل شد رقم سه how many popcorn have they got
خب کی دلشد در اینجا how much می شود. پاپکورن حساب کردن نمی شود. خب چقدر که بلکسی نوشتن پاپکورن چی می شود how much می شود. how much دلشد how much popcorn have they got. بله درست شد. بهترین. رقم 4. خب how many رقم 4 how many sandwiches are there درست. بلکسی دلشد جگوتن بلکسی how many بله درست. رقم 5 how many glasses are there on the table بله درسته. how many می شود. دست خونزی با how many بله how many می شود. رقم 6 دلشد how many plates do they need درسته. دست خون how many پنجم بله درسته. لکسی ششم how many درست. دلشد هفتم how much orange juice is there بله درسته. دست خود ششم how many بله درسته. هفتم جواب دادن. هشتم how much هفتم درسته. هشتم how many burgers are there how many burgers are there بله درسته. burgers حساب کرده می شود. هفتم how much دست خونده بله درست. خب تمرین رقم 10 نگاه میکنیم. ask and answer یعنی بپرس و سوال ده. بپرس و جواب ده. معذرت. you are organizing a picnic یعنی میگه شما تشکیل کننده یک پیکنیک هستین، گردش هستین. decide how much you need of each thing and complete the shopping list below. یعنی decide نفهمیدم معنیش چیه. decide هم کس میدونه. اگر بدونه جواب که تو اینه که ترجمه شو میبینیم. قرار گرفتن تصمیم گرفتن. خب قرار گرفتن تصمیم گرفتن یعنی decide how much تصمیم گرفت که چند قدر چیز احتیاج دارد و این لیست خرید رو فهرست خرید که در زیر است این رو کامل کنید پر کنید. we need some cola. okay how much cola? 4 cans I think. okay what about some sandwich? good idea. 5 sandwich مثلا. خب and two. خب این لیست با بلوگی داخل داشته باشه. بله با بلوگی داخل داشته است. I think for مثلا four burgers I think. okay fine we need some 4 cans cola مثلا 5 sandwiches 2 burgers some orange juice some popcorn 5 apples مثلا يعني some apples. complete the question then ask and answer يعني سوال ها رو کامل کنید سپس سوال جواب کنید. brother and or sister have you got
how many brothers and or sisters have you got میشود how many. خب water do you drink every day. How much water do you drink every day. خب milk is there in your fridge. خب در اینجا نیست how much. How much milk is there in your fridge at the moment. How many cities have you got. Students. How many students are there in your class. خب اینجا را کم خدم کار کردم یعنی تیز خوندم به خاطر که تلفنم جوش شده است. چقدر دلشاد گفتن نمیدونم سببش در چی باشه. هم ضررش کم موندهش هم جوش شده است. یکون چی نشه با به هر جوشی بد شده است میسوزی. در همینجا افیر امروزه را به پایان میرسانیم و دوامش باز لایک لاف و هیت رو از فردا آغاز میکنیم. بلکسی خب امروز همه را 5 minut بمون تا که افیر از زودتر قطع کنیم که تلفن یکون ضرر نرسه و انشالله باز از فردا در خدمت هستیم با میخریم. چی گفتین؟ به همتون تشکر زیاد برای اشتراک و دستگیری. موفق و مؤید و سربلند باشین. تشکر رحمت برای اومدنتون. باز فردا با میخریم. موفق و مؤید و سربلند باشین. بهای همه 5 نوشتن. بله ای مردم بیدار پناهتان به خدا تا دیدن دیدار پناهتان به خدا. دوستان عزیز به همتون شب خوش. خیلی معذرت زیاد تلفن به نهایت جوشی سخت شده است. به نهایت جوشیده است. ولی درس هم بهترین هم زیقی لیکن رحمت برای درس. سلامت باشین. تشکر زیاد. خب در اینجا افیر قد میکنم یکی یکون چی نشوه باز انشالله